رفتم پرموش نموشا و یا شهیدی رهبر بخانو و یا شهیدی رهبر بخانو و یا شهیدی رهبر بخانو. شکستن قلمم را خون کرد کتابم و شکستن قلمم را من درگیر تحصیلم و سرمشق و سوادم درگیر میشه که تشریف بیارین اینجا و افتخارشان یک کف محکم و افتخار تاج و افتخار دارایی و دانش و تعهد هزارها و دانش خانم فاطمه جان و نازدانه جان در کنار ما هستند. بازماندگان کاج هستند و زخمی شدن در حادثه کاج، یک حادثه دلهرآوری که ما اینجا گریه کردیم، ولی اینا اونجا زخمی شدن باز هم روی پاهای خود ایستادن و امروز در کنار ما هستند. جای بسیار افتخار و جای خوشی هست. باز هم خوش آمدید میگم به شهر ما در میان قوم ما. اگر چند کلمه میخواین که با دوستا صحبت بکنین، یک سلام علیکی، یک پیامی از کاج و پیامی از کابل. درود و سلام خدمت حاضرین در این جمع. فاطمه هستم، فاطمه سروری، یک از بازماندگان کورس کاج که در او حادثه شدیداً زخمی شدم و خوشبختانه تانستم جان سالم به در برم. در قدم اول جا دارد تشکر کنم از همه کسانی که این برنامه را تدارک دیدن تا که بیشتر همه ما آشنایی پیدا کنیم با فرهنگ و واقعا مؤثر هستند برای آشنایی فرهنگ ما، برای شناخت فرهنگ ما. من در اصل از داخلی هستم که در کابل میخواستیم که در اتاق بریم و میخواستیم که درس بخونیم دور از فامیل و اینا. با شرایط خیلی سخت که ما داشتیم دور از فامیل که هیچی، اولین خودم تنها این مسئولیت و ریاهای خودم مسئولیت نبود که ما باید برش برسم. اولین دختری بودم که از منطقه خارج. ولی همه ما با یک صدا یک مضمون گپ میزنیم که چی کردیم در یک سال گذشته در مورد حادثه کاج اتفاق افتاد، چی کردیم، چه دستاوردی داشتید. تا ما نخواهیم هیچ کسی دیگه، کسی که ما رو میکشه مطمئنا نمیه شرایط آماده بکنه که ما بریم در قسمت نسل‌کشی صحبت بکنیم. یکی از شیوه های به رسمیت شناختن نسل‌کشی هست که کمیشنر سازمان ملل متحد در قسمت حقوق بشر بره در افغانستان و از نزدیک بررسی کنه، یک هیئت حقیقتیاب برای بررسی کنه. او حادثه جلوگیری شده باشه. دلیل اصلیش هم عدم اطلاعات بوده، یعنی خبررسانی درست نبوده از خود مرکز امنیت کشور، وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی. این بار حوادث صورت گرفته. حتی سالی که تجلیل از استاد شهید مزاری من یاد دارم در کابل یک استکات تشکیل شد از 3 ارگان دولتی، وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی، یک استکات تشکیل داد. یک ماه برازی وقت دادن، چندین اوزار موظف ساختن، ولیکن بازم حادثه ناگوار اتفاق افتاد. تعداد تلفات بسیار بالا بود در اونجا که حتی سخنرانی استاد خلیلی در اون موضوع نیلم در اون حد شدید بود که در ورشید یک هفته کسی مثلا اجازه نداشت از یک منطقه به منطقه دیگر بره. چون من اینجا واقعا تصورش نسبت به افغانستان شاید اکثر دوستا وقتا آمده از داخل افغانستان این چشم دیدی که مدارون قصه کردم در اینجا. موضوع دادگاه بین المللی خود ما به عنوان یک مرکز آموزشی که تحت شرایط همه حکومت در افغانستان فعالیت می‌کنیم و
خیلی گپای هم که تا حالا حتی شاید ما داشته باشیم نتونم بگوییم به اساس مشکلاتی که شاید در اونجا خلق شود. پیامدهای روانی نسل کشی هزارها خیلی بر هزارها سنگین تمام شد، هزارها شخصیت اجتماعی خود شخصیتش تحت سوال قرار گرفت. این چی را از دست دادن، این شخصیت اجتماعیشون چنان پامال شد که یک عده هزارها رفتن مخاطر از که زنده بمانند، نام خود تغییر دادن، اسم خود تغییر دادن، مذهب خود تغییر دادن و دیگه در بین سایر اقوام به اصطلاح هزارها به جوالی تبدیل شدن، یعنی هزارها را جوالی خطاب میکردن و دیگه هم هزارهای مشخور میگفتن که یعنی سایر اقوام طوری نهادی نشدن که سایر اقوام چی داشتن، یعنی نمیخواستن که با هزارها دیگر اصلا ارتباط برقرار بکنن. Rechteren Politiker im Moment sehr viel mehr Macht bekommen. Dementsprechend müssen wir uns weiter engagieren, zusammenhalten, vernetzen und äußern. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Stimme nicht verlieren. Alle, die sich für Menschenrechte engagieren, alle, die sich für Zusammenhalt engagieren, Afghanen, Deutsche, jeder gemeinsam. Jeder, der helfen kann, ist aufgerufen zu helfen. Auch jetzt hier auf der Ausstellung, wenn es Fragen gibt zu den Bildern, zu den Künstlern, die alle auf der Flucht sind, die alle in Gefahr sind, dann gerne mich ansprechen. Und wir sollten uns dafür einsetzen, dass die EU-Politik und die deutsche Politik sich nicht immer weiter verschließt gegenüber Afghanistan.